خواسته های خود را مکتوب کنید. اگر می دانستید چه قدرتی در نوشتن هست، هر روز می نوشتید. گفتن کافی نیست، بنویسید، چون قدرت نوشتن 70 برابر گفتن است. در یک دفتر بسیار زیبا و تمیز، هر چیزی از خدای خودتون می خواهید رو بنویسید. به چطور محقق شدنش فکر نکنید. راه رسیدن به خواسته ها را مشخص نکنید. این نه دست شماست، نه کار شما. راه رسیدن را فقط خدا میدونه. شما فقط باید بدونید چی میخواهید و همین رو بنویسید و بهش توجه کنید. سپس خداوند از راهی که فکرش را هم نمی کنید شما را بهش میرسونه. به عنوان مثال بنویسید: من یک خانه رویایی دارم. بعد با تمام جزئیات مثل متراژ خونه، تعداد اتاقها، بالکن، شهر، محله و هر چیزی که دوست دارید بنویسید و به زبان حال هم بنویسید. اینو بفرست برای عزیزانت، چون انرژی بزرگی رو با این کار جذب می‌کنی. ذهن برنده رو دنبال کن و بنویس: من لایق بهترین ها هستم. خدایا شکرت.